میشناسی عصر ما با ما چه کرد؟ عصر ما را ز ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد. چه بلایی سر ما آورده این عصر، ما را از خودمون بیگانه کرده. خود فراموش شدیم، بحران هویت اومده سراغ ما امت، خودمون رو نمیشناسیم چی. وکیل خودش و قاضی مردم، از خودش دفاع میکنه، مردم رو هم میخواد محکوم کنه. قربان فضل و رحمت الله برم. 40 سال 50 سال یک بنده بیوفایی میکنه، تمرد میکنه، طغیان میکنه، دنبال غیر خدا میفته، بعد 40 50 سال یادش از خدا میاد. خدا بهش نمیگه 40 50 سال کجا بودی، برو همونجا. حالا تا حالا چرا در من نکوبیدی؟ جوانی تو کجا هزینه کردی؟ حالا تو پیری ها سراغ من اومدی؟ هر زمان انسان در خدا بکوبه، البته با عبدیت، با تواضع، با فروتنی، الله درشو باز میکنه.